اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیوی پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه آستانه، امروز با هم در ماه رجب و اینچنین در روز جمعه مبارک در موضوعی که خیلی زیاد از خواهر و برادران متاسفانه در وقت طلاق گفتن یا از همدیگر جدا شدن در بارش فکر نمی کنند و یا اینکه خیلی آسان میگیرند، در حالی که وابستگی دارد به سرنوشت فرزند آنها صحبت میکنیم. آن هم سرنوشت فرزندان پس از طلاق و یا اینکه بچه های طلاق. اینجا موضوعی که بنده انتخاب کردم خیلی رابطه دارد با عزیزانی که گمان میکنند پس از طلاق باید فرزند هم از مادرش و یا از پدرش طلاق بگیرد. ایده هستند که بعد از طلاق دادن زن اگر فرزند را گرفتن، دیگر گویا که مادری آنها هم از این فرزندشان طلاق گرفت، هرگز نمیگذارند اینها همدیگر را ببینند. و یا خواهرانی هستند و یا زنهای هم هستند که پس از شوهری خود جدا شدن حتما فرزند را هم از شوهر، یعنی از پدرشان، از عمه و عمو و پدر بزرگ و مادر بزرگشان جدا میکنند. انا این مسئله موضوع اساسی برنامه امروزه ما می باشد. چطوری که میدانیم بعضی از عائله ها به خاطر فرزندان هرگز از همدیگر جدا شدن رو فکر نمی کنند. اگرچه هزار و یک مشکلی در عائله باشد، هم مادر خیلی اخلاق های بد دارد و یا حتی بعضی از مریضی های جدی داشته باشد، هم البته مریضی های اخلاقی مثل براهای بد رفتن و مواد مخدر و چیزهای دیگر، و یا اینکه پدر هم عموما از دایره انسانگری برآمده باشد، هم گمان میکنند که نه، اینها باید به خاطر فرزندان زندگی کنند، برای آنکه پس از طلاق دیگر فرزندان نابود میشوند. به هر قیمتی هم که باشد باید عائله تا آخر با هم بماند. البته این هم یکی از مفهوم‌های خطا در جامعه می باشد، برای آنکه گاهی می شود که طلاق بهتر است از زندگی مشترک و فرزندان آن اذیتی که در بین پدر و مادر یک جای زندگی کرده می‌بینند، پس از طلاق از این اذیت‌ها رها می‌شوند و هر عائله‌ای که به خاطر فرزند تمام مصیبت‌ها را برای همدیگر تحمل کردند و گمان می‌کنند که این یک قهرمانی است که هر مصیبتی که از همسر خود می‌بینم صبر می‌کنم و زندگی را دوام می‌دهم و این برای فرزندان من است. برعکس، وقتی خودی فرزندها بزرگ می شوند و حتی در کوچکی اگر کودک ممیز و عاقل باشد میگوید چرا از هم جدا نمی شوید تا که مایان دیگر جانمان از این جنگ و جنجال های دائمی شما خلاص شود. پس نه همیشه این شعار که به هر قیمتی که هم باشد وقتی 2 تا 3 تا 4 تا فرزنددار شدی از همدیگر جدا نشوید و فرزندان عذاب میکشند، یک شعاری هست خطا، برای آنکه چگونه که گفتم بعضی فرزندان هستند که برعکس استراحت را پس از جدا شدن پدر و مادر صاحب می شوند، برای آنکه جنجال های دائمی، علل خصوص اگر مرد به مواد مخدر و یا همیشه الکلی باشد و یا به دزدی و کارهای دیگر دست زند و یا یگان مریضی روانی داشته باشد که هر روز در خانه لت و کوب باشد، این گونه فرزندان هرگز در این گونه عائله تربیت خوب پیدا نمی کنند و آرامش هم نمی یابند. ولی این موضوع هم خیلی از موضوعهای وسیع است که آیا به خاطر فرزندان می شود خود را قربانی کرد و یا حتی فرزندان را قربانی کرد و از همدیگر جدا نشد، اگر جای یا کار ما به جای رسیده باشد که طلاق این آخرین نقطه حل زندگی باشد. پس
فرزندهایی هستند که یا کودکانی هستند که با مشاهده کردن جنگ و جنجال دائمی پدر و مادر خود و یا اینکه با قهرگی و بعضی از مشکلی های جدی که در یکی از آنها هست همیشه در عذاب روانی زندگی میکنند و برای آنها البته بجز طلاق دیگر شاید چاره نیست که آرامش آنها را، حیات کودکانه آنها را مهیا سازد. ولی مشکلی ما در این است که وقتی زن علل خصوص در جای ما که خیلی زیاد مادران صاحب کودک میشوند، پس از طلاق اساسا مادر فرزندان را میگیرد و از روی شریعت همچنین است. مادامی که زن شوهر نمیکند، فرزندان اگر به بلاغت یا به سن ممیزی نرسیده باشند، دیگر مادر سرپرستی کودکان را باید به عهده گیرد. و در جایهای ما وقتی مادر سرپرستی کودک را دارد، پس از طلاق گرفتن او گمان میکند که من که همسر مناسب برای شوهرم نیستم و یا که این مرد که برای من شوهر مناسب نیست، او برای کودکان هم پدر مناسب نیست و یک بارگی با جدا کردن خود فرزندان را هم جدا میکند و این بدترین یا گفتیم مصیبتی بزرگترین در عائله های تاجیکستان است که نه یک تا شاید در هر یک کوچه و در هر یک دیار شما بشنوید از کودک یا از خواهر یا از برادر که میگوید پس از طلاق پدر و مادرم من دیگر یا پدر را ندیدم یا مادر را ندیدم یا پدر بزرگم را نمیشناسم یا عمویم را نمیشناسم، مگر اینکه پس از سن بلوغ وقتی خیلی خیلی بزرگ میشوند سپس خودشان صاحب فرزند و صاحب کودک میشوند و به یادشان میآید که نه، ما هم صله رحم خود را داریم. اینجا این مصیبت عجیبش در این است که اگرچه در ما در دین اسلام اینقدر برای صله رحم رابطه خویش و تباری را قوی داشتن آیت و احادیث هست، مایان این همه آیت و احادیث و شریعت خود را در وقتی طلاق کاملا کنار میگذاریم و همان تعصب و منمنی و خودپرستی یا گفتیم فقط من هستم و وقتی مرا طلاق داد دیگر کودکان من را هم نمیبیند، با همین به یگان از نصوص های شریعت و آنه که همه این کار گناه است اهمیت نمیدهیم. اما در جامعه غرب، در جامعه که در آنجا هیچ سخن از صله رحم نمی رود و کسی درباره ثواب و درباره جزای قطع صله رحم چیزی نمیدانند، حتی پیش از طلاق زن و شوهر با هم نشسته صحبت میکنند که پس از اینکه از هم جدا شدیم فرزندان به کی باقی میمانند و کی آنها را نگاه و بین میکند، کدام روزها به نزد من میآیند، کدام روزها به نزد تو. و حتی زنی مطلقه، زنی که از شوهرش طلاق گرفت، به یگان مشکلی اگر دیگر شوهر کند هم به آن شوهر دیگرش میرساند که من از آن شوهر پیشترم فرزند دارم و او باید بعضی روزها آمده فرزندها را گیرد و یا در امور فرزندان من باید گاهی با او صحبت کنم و تو باید از این موضوع با خبر باشی و اگر چیزی درباره رشک و نه به آن شوهرت یگان خیلی سخن نمیکنی و او نباید درباره فرزندان حتی با تو صحبت کند، از این چیزها باشد بهترش از حاضر این مسئله را حل کنیم، چون حیات من پیش از تو هم دیگر فرزندم بود که نسبت آنها هم ما هم باید یک چاره اندیشیده باشیم. در جای ما عزیزان نه تنها با پدر، عجیبش در این است یعنی یک تا نه یک چند خواهر در این مسئله که من اساسا در سوال جواب ها با خواهران در رابطه هستم از من میپرسند که مادرم به من میگوید اگر با پدرت که تو را در خردسالی پرتافته رفته بود هم صحبت شدی من تو را عاق کردم. و خواهران هم میگویند که من 18 سالم هنوز نه عمویم را میشناسم نه عمه‌ام را میشناسم نه یگان خویش و تبار پدرم را، اگر از آنها صحبت کردم مادرم با من قهری میشوند. و یا حتی خواهرانی هستند که در سیمای پدری خود بدترین دشمنی خود را دیدند، یعنی برای آنها نفری که
مصیبت زا است و سبب تمام بدبختی های او و مادرش شده است، این پدر است و کسی دیگر نیست. و حتی اگر درباره پدر و درباره صله رحم با پدر صحبت شود هم، اول شده میگوید نه آن آدم لایق پدر شدن نیست و نه آن آدم لایق صله رحم است. و دخترک از کجا اینها را دانست، در حالی که در 13 سالگی نه، در 2 سالگی 3 سالگی از پدر جدا شده بود. همه این منظره را مادر در ذهن کودک نسبت پدرش جای کرده است. انا این بدبختی، انا این تا اندازه خودپرست شدن که مشکلی شخصی خود را با شوهر پیشتره و فرزندان خود هم نسبت دهیم و فرزند را چنان تربیت کنیم که او هم برای خود این مرد را پدر مناسب نداند و کاملا با یک اولادی که یا عائله‌ای که رابطه خونی دارد، صله رحم دارد، از آنها کاملا خود را در انزوا قرار دهد و حتی آنها را دشمنی خود قبول کند که بعضی ها پدر خود را دیده پنهان می شوند، بعضی ها عمه خود را دیده با او یک بار جنگ و جنجالی یا گفتیم بد زبانی میکنند که فلانی از خیش و تبار پدرم هست. عزیزان، این مصیبتی است که بالای عائله های از هم جدا شده در تاجیکستان آمده است و حتی خواهری که خودش سالها تحصیل کرده است به نزدیکی پس از طلاق با من صحبت کرد. گفتم حتما باید فرزندانی تو با پدر در رابطه باشد. میگویند من قسم خوردم که پس از طلاق فرزندان خود را هرگز به پدر خود نشان ندهم و در این امر من تا آخر پاینده میمونم. و درباره صله رحم هم صحبت کردید، قبول ندارد. درباره این کار گناه بودن هم، درباره آینده فرزندان هم که این پیش از همه دشمنی به فرزند خود است که فرزند خود را از یک ثواب بزرگ و از یک رابطه‌ای که اون رابطه عادی نیست، رابطه‌ای که هر کسی که اون را قطع کرد در قرآن کریم در 3 جا ملعون حساب می شود، فرزند خود را به این چاه سور کند. و اینجا مسئله که گفتیم در ما مشکلی در این است که حتی بعضی از پدرها هم یا عائله پدر، یعنی وقتی شوهر همسرش را طلاق داد، گفتیم زن بیراه بود، زن دزد بود، زن خیلی انسانی بد بود و شوهر او را طلاق داد، حتما بیراهگی مادر، دزدی مادر، بدبختی مادر، اینها را به ذهن کودکی که از همان مادر تولد شده است و اینها به عهده گرفتن جای میکنند و کودک خود از خود بدبین و بدخواه مادر بزرگ می شود و او نه می خواهد با مادرش صحبت کند و نه از پیش خود به نزد مادر می رود و از او احوال پرسی می کند تا اینکه سالها گذشت، الکی مادر هم خیلی فرسوده و پیر شد، از عمرش اندکی نمانده است، می روند و از همدیگر عذرخواهی می کنند و دیگر واویلا پس از رفتن این همه سالها. و اینجا هم مشکلی در عائله پدر، علل خصوص در مادر بزرگ و در عمه ها که خیلی زیاد پدرها یا اینکه شوهر در روسیه هست، در ذهن کودک مادرت دشمنی تو است، مادرت از این است، از آن است و بودن او برای تو خطر است. اگر خاله‌ات را دیدی سلام نکن، اگر مادر بزرگت را دیدی سلام نکن، چیزی داد نگیر، هدیه داد هدیهش را دیگر گیرو پرت و همه این چیز را در ذهن کودک جای میکنن و نه این مصیبت سبب شده است که صله های رحم از هم کنده شود، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بدانید که 2 گناه هست که حتما جزای آن را انسان در دنیا میبیند. یکی آلوده شدن به گناه کبیره، به بیراهگی و زنا، دیگر قطیعت رحم، یعنی صله رحم را با خویش و تبار کنده کردن و قهر شدن و این مسببین یعنی نفرانی که سبب میشوند که با پدر خود سالها کودک دیگر رابطه نداشته باشد، با خویش و تبار پدر خود سالها رابطه نداشته باشد، یا اینکه با مادر خود فرزند سالها رابطه نداشته باشد یا چیزی را در قلب او یا تصورات را در قلب او نسبت والدانش جای کنند که دیگر او همیشه یک
دهشت رو به خاطر بیاورد، اینها مسببین هستند و اینها رو اگر نگاه کنیم جزای اینها بدتر است از نفری که سیله رحمش رو پوره کرده است. یعنی نفرانی که برای قطع کردن سیله رحم، برای قهر کردن خویش و تبار کوشش میکنن که این رو فساد اندازی بین مردم میگوییم، گناهشان بدتر از همه هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث در خطا نکنم اگر در ابو داود است، میگویند بدانید که بهترین کار از نماز و از روزه و از صدقه این بین مردم اصلاح و ذات البین، بین مردم آشتی کردن است. مشکلی های بین مردم بوده را در آمده حل کرده مردم را به همدیگر یک جا کردن است. فإن فساد ذات البین هی الحالقه، و بین مردم فساد اندازی، جنگ و قهر کردن مردم این حالقه است، تماما می تراشد. لا اقول انها تحلیق الشعر ولکن تحلیق الدین. و این کاری شما وقت دیده و دانسته بین خویشاوندان شما جدایی می اندازید، با اون که خود با مشکلی داشتید و یا اینکه با اینکه تقدیر بود خود هم و او هم گناهگار بود، وقتی بین مردم علل خصوص بین فرزند با مادرش، فرزند با مادر بزرگ و پدر بزرگ و خاله و تقا و عمو و عمکش شما جدایی می اندازید، بدانید که این فساد شما دین شما را می تراشد، دین شما را هم حتی گرفته می برد که حتی خود را مسلمان هم نباید بگوید. وقتی که شما با این کارتان می فخرید و راضی هستید و هرگز ترس هم ندارید که آیا من وقتی پدر رو از فرزند جدا کرده ایستادم، مادر رو از فرزند جدا کرده ایستادم، مادر بزرگ و پدر بزرگ که آنها اصلا در این ماجرا خبردار نیستند، در اینجا گناهی من چی می شود؟ نه، اینجا فقط من است و انتقامم رو من از این انسان به واسطه فرزندش میگیرم. از این انسان ببخشید، جزای این گونه انسان ها را پیامبر میگویند در دنیا هم جزایشان آماده هست و در دنیا هم جزای خود را میبینند و بدتر از همه چگونه که گفتیم آنها را در قرآن کریم الله ملعون، لعنت شده اعلام کرده است. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمی ابصارهم. آنهایی که با خویش و تبار خود قهری میشوند، با خویش و تبار قهری میکنند دیگران را. البته این هم داخل میشود اینها نفرانی هستند که الله آنها را لعنت کرده است و گوشهایشان را کر، چشمهایشان را کور کرده است که اینها دیگر هیچ حقیقت را دیده نمیتوانند. پس اینجا اوره در حقیقت مرد گناهگار بود، مردی بود که بزن خیلی ظلم کرد، برای اون که طلاق هم از پیش خود نمی شود. خیلی زیاد عائله ها به خاطر ظلم و ستم مرد و خانواده مرد و البته عائله های دیگر هم به خاطر بد اخلاق و بی‌راه بودن زن از هم جدا می شوند. اما در یگان جا نآمده است که مایان به خاطر بدبخت بودن یا گناهگار بودن پدر فرزند را از پدر محروم سازه. این که مثلا در قانون روسیه هست که تماما از حق مادری محروم میکنند، از حق پدری محروم میکنند. در قانونهای دموکراتی تاجیکستان هم از حق پدر و مادر محروم کردن. این قانونهای وضعی انسان است. اما قانون شریعت میگوید پدر هر کی باشد هم او پدر است. درباره او خیلی مثلا بد شنیدی، میدونی که انسانی بد است و میترس که به تو بدیش رسد، پس تو به طرف دیگر نیکی کن. هرگز یگان پدر و مادر را شریعت از حقوق پدر بودن و مادر بودن، یعنی این در رابطه با صله رحم یعنی نیکی کردن، محروم نکرده است. و حتی که در بدترین مسئله، در مسئله که چگونه که میدونیم این مسئله شرک است، حتی پدر و مادر مشرک که در شریعت اسلام بدتر از همه گناه و شرک است، الله میگوید و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. این حتی درباره پدر و مادر مشرک است که پروردگار تو امر میکند که یگانه او را پرستش کن و به پدر و مادر خود نیکی کن. یگانه اگر
تو را به شرک و این جاهدک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. یگانه وقتی آنها خودشان مشرک هستند و تو را به شرک دعوت میکنند، در اینجا آنها را اطاعت نکن. پدر هم مادر هم و صاحب هم فی دنیا معروفا، اما اگرچه او گناهگار باشد، حتی بدترین گناه شرک را مرتکب باشد، هم در دنیا با آنها مناسبت خوب داشته باش و مناسبت خوب با رفت و آمد، با احوال پرسی، با کمک های مالی و معنوی می شود. و این عزیزان چگونه که گفتم، این یکی از بدترین گفتم دردی جامعه ما، مصیبتی هست که بالای ما آمدیم. وقتی خود گفتیم که آن مرد مناسب من نیست، میگویم مناسب فرزند من هم نیست. و وقتی که مرد میگوید آن زن مناسب من نیست، او لایق زن من بودن نیست، میگوید او لایق مادر فرزندان من بودن هم نیست و فرزندان من هم نشاید او را مادر گویند. و با همین صله های رحمی که الله آن را فرض کرده است و هر کسی که آن را پیوست کند، پروردگار با او پیوست میکند. هر کسی که آن را پاره کرد، پروردگار با او قطع میکند. انا این عمل در ما دیده می شود و چگونه که گفتم خیلی زیاد فرزندانی هستند که پس از 30 سالشون به جای رسیدن، بعداً با پدر خود، با مادر خود سلام علیک میکنند و آنها را پیدا میکنند. سببگار اساسی در این مصیبت این همان بزرگان هستند که بعد از طلاق فرزند را برای خود یک واسطه قرار میدهند که دیگر با همین سبب انتقام دائمی خود را از آن طرف بگیرد. از پدر جدا شد، زن از پدر جدا شد، این دیگر طلاق است، تقدیر است میگویم پس از گذشتن کار. در حقیقت با هم مناسب نبودن، اما آن پدر هم برای فرزند خود جگرش میسوزد و فرزند هم. و این رو باید هر پدر و مادر بدانند که بودن فقط یک مادر کفایه نیست برای این که فرزند از همه طرف مهیا بزرگ شود، که اساسا برای کودکان این احاطه مهر و محبت مهم است. کودک با پای لوچ هم میتواند بزرگ شود، کودک میتواند با یک برده نان قوق هم بزرگ شود، ولیکن وقتی کودک محروم از محبت است، دیگر او چنان سنگدل بزرگ می شود که هرچی بزرگتر شد به دیگران آسیب و زیانش می رسد. و برای همین هم می بینیم که اکثریت جرم و جنایت هایی که در دنیا می شود سببگارش یا کودکان یتیمند یا کودکانی که به پدر یا به مادر انجام دادن، کودکانی که مهر و محبت ندیدن. ولی اگر کودک اگر پدر و مادر نداشته باشد، هم حتی در دست پدر بزرگ و مادر بزرگ با مهر و محبت احاطه شود، او یک کودک بزرگ می شود که هم برای خود هم برای اطرافیان خود همیشه یک مبارک و نور می شود. و اینجا گمان می کنیم که پس برای کودک یک مهر مادرش کافی است، او پدر اصلا لایق پدر شدن ندارد، به او هم میتواند. پدر هم اگر کودک رو گرفت میگوید نه، برای او زنی دیگر مادری کرده میتواند همان مهر محبت رو از زنی دیگری من میگیرد. و یا اینکه بعضی زنها حتی خیلی تعجب میکنن، میگویند نه، این شوهر دوم من تمام همون کاری که پدر باید کرد میکند. لیکن اون کارها کدام کار است؟ آیا از فرزند این را پرسیدیم؟ یعنی آیا از کودک پرسیدیم که همین مردی که پدر اندر تو هست مثل پدر تو هست، یا اینکه باز در قلب تو نقطه هست که گم میزند برای پدر خود؟ و اینجا کودکان از این چیز گفته نمیتوانند. این مشکلی دیگری ما در این است که به کودک حق صحبت کردن رو نمیدهیم یا خیلی کم میدهیم که کودکان آن چیزی که در قلب دارن نه به مادر گفته میتوانند نه به پدر. و کودکان زیادی هستند که در ناز و نعمت هستند، اما آنها به همان پدر گناهگار خود، به همان پدر میزده و بدبختی خود دلشان گم میزند که کاش یک خبر میگرفت یا من او را خبر میگرفتم که به من نمیگذارند. و دخترکان دیگر یا زنده یتیمان دیگری هم هستند که آنها را پدر با همه شرایط مهیا کرده است، اما با قلبش میخواهد مادرش را ببیند، برای آنکه این رابطه پدر و مادر با فرزند رابطه است که پروردگار در قلب انسانی آفریده است. هر چی کنیم هم آن را ریشه‌کن کرده نمیتوانیم. تا حد میتوانیم آن را نابود سازیم یا گفتیم فساد کنیم، اما کاملا ریشه کردن مهر محبت فرزند و پدر و مادری را از قلب انسانیت گرفته و نابود کرده نمی شود. از طرف دیگر وقتی میگویم پدر و مادر یا گفتیم
بعد از طلاق همدیگر را دیدن نمیمانند، یا پدر و مادر را مادر نمیخواهد فرزندش با پدرش دیداربینی کند، از همدیگر خبر گیرند، یا اینکه پدر که خیلی کم است این گونه حالت ها که کودکان با پدر یا با مادر پدر بمانند، بیبی یا گفته مادر بزرگ طرف پدر بمانند، در اینجا از خیر زیاد هم اینها محروم میشوند. و وقتی درباره صله رحم، علل خصوص وقتی میگویم صله رحم اول شده پدر و مادر داخل میشوند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شما این را بدانید که اگر میخواهید من احب ان یبسط له فی رزقه و ان ینسع له فی اثره فلیصل رحمه، شما میخواهید رزقتان فراخ شود، با رزق با برکت باشید، عمرتان دراز باشد، در عمرتان هم زندگی با برکت داشته باشید، با خویش و تبار خود رابطه اتان را قوی کنید. در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند صله رحم عمر انسان را دراز میکند، بیماری ها را از او دور می کند، رزق انسان را افزایش می دهد، یعنی رزق انسان زیاد می شود. وقتی که یک مادر فرزند خود را از دیداربینی پدر و از دیداربینی مادر بزرگ و پدر بزرگ و عمه و شاید فرزندان همان پدر باز می دارد، ببینید که هم سبب کمرزقی فرزندش می شود، هم سبب بیبرکتی خانه و عمر فرزندش می شود. برعکس این هم هر پدری که به فرزند خود نترسیده میگوید با مادرت رفت و آمد کردی من دیگر عاقت کردم، اگر به مادرت کمک کردی دیگر مرا پدر نگو، یا اینکه خویش و تباری پدر به او یاد میدهند که با خاله و با تقایت هرگز سلام علیک نکن، برای این فرزند یک مصیبت هستند. اینها ناصح یا نصیحتگری امین نیستند، اینها نفرانی هستند که با این سخنشان از خیرات دنیا و آخرت این فرزند را تماما محروم میسازند و کودک عقلی که در او هست خیلی محدود است، نمیتواند درک کند که اینهایی که گفته ایستادند اینها به خاطر خوشبختی این کودک نه، به خاطر خودشان است که خودشان با اون طرف مشکلی دارند و آن مشکلی خود را به واسطه همین کودک معصوم میخواهند با انتقام گرفتن به آخر رسانند. و اینجا چیزی دیگر که خیلی زیادی ها از اون میپرسن که من چیکار کنم. به نزدیکی بود خواهر دیگری پرسید که 15 ساله هستم، من نمیدونم چیکار کنم که خیلی میخواهم پدرم رو ببینم، نه با او شناس شدم، ولیکن مادرم میگوید اگر پدرم گفته دیگر از خانه برآمده رو و من میدونم که در خانه پدرم جای نمیشم. یعنی در حالت هایی که پدر و یا مادر امر میکند که صله رحم نکن، با پدرت رفت و آمد نکن، او مرا طلاق داد دیگر همان روز گویا تو را هم از تو هم دست کشید، در حالی که پدر از فرزند خود دست نکشیده است. پدر همسر خود را طلاق داد، بین آنها دیگر نافهمی شد، اما پدر از فرزند خود هرگز دست نکشیده است و کشیدنی هم نیست. یا برعکس مادرت تو را پرتفته رفت دیگر با مادرت رفت و آمد نکن، در حالی که مادر فرزندش را پرتفته نرفت، مادر از شوهرش جدا شد و اگر به او اجازه دهند او حتما اگر شرایطی گرفته کلان کردن نداشته باشد هم رفت و آمد و دیداربینی و گاه هدیه و گاه ساعتها را با او گذرانیدن را میخواهد. لیکن این گونه که برابر من از تو هم جدا شد، ما این را در ذهن کودک جای میکنیم و آیا فرزند پس از بزرگ شدنش گفتیم بعد از اینکه او میتواند حتی پنهانی از مادر خود یا پنهانی از یکی از والدان خود دیگر پدر خود را رفته ببیند، آیا مادر راضی نباشد گناهگار میشود یا گناهگار نمیشود؟ برای آنکه حق مادر را میدانیم که پس از حق پروردگار این حق مادر است، بعداً حق پدر. البته برای زنی که شوهر دار اول حق شوهر است، پس حق مادر و پدرش می باشد. اینجا چی کار کند؟ یعنی در اینجا فرزند چی کار کند؟ مسئله اتفاقی هست که هیچ یک مخلوق حق ندارد که به شما امر کند که شما ضد قانون پروردگار عمل کنید. رفت و آمد با خویش و تبار، حتی خویش و تبار عمه و خاله و تقا و پسر خاله و پسر دایی باشند، اینها صله رحم هستند و هیچ احد و ناس حق ندارد بگوید که با این خویش و تبارت رابطه نکن و اگر کردی من از تو راضی نیستم. راضیگی اون در اینجا یگان ارزش ندارد.
یعنی اگر مادر گفت که به نزد پدرت رفتی، به نزد فرزندان پدرت رفتی، به نزد عمه و به نزد مادر بزرگت رفتی، دیگر من راضی نیستم، من تو رو عاق میکنم، شیرم رو حلال نمیکنم. خیلی یک عباره قوی در ما هست. در اینجا اگر فرزند رفت هرگز گناهگار نمی شود. برعکس این هم اگر پدر برای فرزندش گفت که به مادرت اگر رفت و آمد کنی، کمک کردی، یا اینکه به خویش و تبار مادرت رابطه داشته باشی، من از تو راضی نیستم، اینجا این راضی نبودن یگان گناه برای فرزند نیست، برای آن که در اینجا اطاعت مخلوق است. در اینجا این سخنی که اگرچه او پدر است یا مادر است گفته ایستاده است، این ضد قانون پروردگار است. ولا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این قاعده کلی در شریعت اسلام است که هرگز به هیچ مخلوق در برابر گناه کردن به خالق ما نباید اطاعت کنیم. ولیکن مسئله در این است که وقتی مادر میگوید با پدرت رفت و آمد نکن و فرزندان میدانند که یک زنی عصبی هست، یعنی فرزند میداند که مادر تا اندازه اخلاق دارد که اگر با پدرش یا فرزندان پدرش که آنها برادر و خواهر پدری می باشند با آنها رفت و آمد کند، مادر خودش رو به هر بیماری میزند یا کارهای میکند که دیگر فرزند آن را طاقت دیدن ندارد، برای اینکه همچون مادر میسوزد، میتواند فرزند این را پنهانی انجام دهد. یعنی حتمی نیست که از مادر اجازت گیرد، به مادر خبر دهد، میتواند پنهانی و دیداربینی خویش و تبار پدریش رود. برعکس هم فرزندی که میداند که پدرش این گونه انسان است، میتواند پنهانی و دیداربینی خویش و تبار مادریش رود، خبر نداده، و در اینجا می شود که تا اندازه پدر نرنجد و یا مادر نرنجد تا که رابطه ها در جایش بماند. ولی چگونه که گفتم مشکلی که در عائله ها می شود که پس از طلاق فرزند هم کاملا جدا می کنیم برابر خود، این همان از اول یا گفتیم یک فرهنگ تاجیکی هست. چگونه که گفتم در غرب، در کشورهایی که عموما در اینجا از دین و از عقیده و از اسلام خبری نیست، اینجا پیش از طلاق حتی نشسته با آرامی با هم صحبت میکنن که هر دو هم پدر هم مادر میدانند که این فرزندی که از آنها به دنیا آمد او محتاج پدر و مادر است. برای همین نشسته میگویند کدام روزها با تو میماند، کدام روزها با من میماند. و فرزند هم وقتی پدر و مادر جدا میشوند آنقدر مصیبت وزمینی که در جای ما هست و آن مبتلا نمیشود. در جای ما برای فرزندان اگر از طلاق صحبت کردید، اولین چیزی که به ذهنشان میرسد من یا پدر خود یا مادر خود را از دست میدهم، برای آنکه همین گونه هم میشود. زن و شوهر از هم جدا شدن، فرزند یکی از آنها رو از دست میدهد، برای آنکه هر کسی که او رو به تربیهش گرفت یا گفتیم به سرپرستی او را گرفت نمیگذارد که با طرف مقابل رابطه پدر و مادری را داشته باشد. و فرزندان اول شده به ذهنشان چیزی که میرسد میگویند من دیگر از یکی اینها جدا میشوم. اما در غرب یا گفتیم در دیگر جایها و باید که همچنین باشد در بین مسلمان ها، وقتی که پدر و مادر از هم جدا میشوند آنها اول شده ببخشید به خودی آنها اول شده با خود کودک صحبت میکنند که مویان به جای رسید که دیگر با هم زندگی کرده نمیتوانیم و از هم جدا میشویم، شمایان با من میمونید یا با پدرتون میمونید یا هر کسی رو که اختیار کردید. چون فرزند اگر 8 ساله 9 ساله به جای رسیده باشد که او تمیز کردن و جدا کردن چی بد و چی نیک رو میداند، اگر خودش اختیار کند که من با پدر میمونم و یا با مادر میمونم، این اختیار او میباشد و این حق را خود اسلام به او داده است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم وقتی که پدر و مادر آمده با هم در نزدشان تلاش میکنند که کی او را میگیرد، حدیث در ترمذی است، میگویند هذا ابوک و هذه امک و خذ بیدی ایهما شئت، این مادر تو است، این پدر تو است، کدامشان را که خواستی انتخاب کن. و پدر و مادر به جای این که
پیش از طلاق اینقدر مشکلی و تا آخر عمر از تو انتقامم رو میگیرم، ناخوان فرزند رو هم نمیبینی، اگر مردی هم به جنازت فرزندت نمی آید. به جای این چیزها کاش بیاید این مشکلی که بین ما شد فرزند رو به این مشکلی ها داخل نکنیم و نگذاریم فرزند قربانی این مشکلی ها شود. با هم صحبت میکردن که پس از طلاق که دیگر طلاق حتمی است، ما نمیتوانیم با هم باشیم، کدام روزها فرزند با تو میماند، کدام روزها با من. اگر یکی از ما رو اختیار کرد و نباید مانع شویم که فرزند دیگر یکی رو کاملا از دست دهد. چیز دیگر چگونه که گفتم، اینجا مشکلی در این است که در ذهن فرزند یک شخصیت رو جای میکنند که فرزند میگوید من از همان پدری بدبخت به دنیا آمدم، یا اینکه من از همان مادر بیروحه به دنیا آمدم. بعضی چیزهایی هست که چگونه که گفتیم در بین زن و شوهر بود و اکثریتش بعد از طلاق در جایهای ما طلاق تهمت است. و جای این کاش میگفتند که هرچی باشد هم اون مادری تو است و بعضی از خطاگی ها از او گذشت، از من هم گذشت، یا خطاگی های رو او مرتکب شد که من دیگر بخشیده نتوانستم، اما اون مادر تو هست، تو باید حق فرزندی خود را به جا آوری. و مادر هم به جای اینکه پدر رو همچون یک اژدها و یا اینکه دیوی دو سره در ذهن فرزندان خود جای دهد، کاش میگوید که او همین انسان بود، بین ما مشکلی شد و وقتی بزرگ میشوی از جزئیات این طلاق با خبر میشوی، اما هنوز هم او پدری توست، خون او در رگ تو است، تو باید با او رابطه خوب داشته باشی. نه بجای این کلی عائله نسبت پدر، کلی این عائله نسبت مادر، اونگونه افسانه ها بعضیش حقیقت است، اما بعضی حقیقت ها رو نباید گفت تا اینکه سیله رحم بین اینها کنده نشود، تا اینکه فرزند متنفر مادر و پدر بزرگ نشود که این به قطع سیله رحم و به گناه کبیره، حتی اجابت نشدن عبادت و دعا می رود که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند روزهای پنجشنبه وقتی عملها بالا می شود، عملهای نفرانی که قاطع رحم هستند، با خویش تبار خود رابطه ندارند و قهری هستند، حتی قبول نمی شود. پس می شود که درباره بعضی از مسئله ها درباره طلاق گفت که با هم راست نآمدیم بودن ما برای تو مشکلی بود، اما نه اینکه کاملا ما این مسئله رو روشن پدر تو مواد مخدر استعمال میکرد، بدراهه بود، مرا لطوکوب میکرد، یا مادر تو این بود آن بود، دیگر فرزند از خورده بدخواه و بدبین و حتی هرگز رفت و آمد را تصور هم نکرده بزرگ شود. و این چیز را که ما که جدا شدیم، اما فرزند نباید جدا شود، او به هر دو طرف نیاز دارد. و گفتم که فرزند و آدمیزاد آنگونه صبور است که با خوردن برگ درخت هم بزرگ می شود و کلان می شود، لیکن بدون مهر فرزند به یک سنگ تبدیل می یابد که او به همه خطرناک است. همین محبت را ما باید پس از جدا شدن هم با همین محبت فرزند خود را احاطه کنیم. فرزند بداند که طلاق شدن پدر و مادر این فرزند را از یکی از آنها و از اولاد و از اهل آنها جدا نمی کند. این چیز را در ذهن کودک برای جا کردن، ما هنوز طلاق نگرفته دیگر دیده ایستاده پدرت همین نفر، مبادای بعد از اینکه با من هستی پدرت را از من دیدار بینیش را نخواسته باشی، و یا پدر دیده ایستاده مادرت کی هست، بعد از اینکه او از خانه رفت هرگز گمان نکن که با او رفت و آمد میکنی. انا با این عباره ها فرزند را دشمنی همدیگر میکنیم و بعد از این چگونه که گفتم به قطع رابطه میبرد، به بدبینی میبرد. و کاش این فرهنگی که در ما هست که واقعا مصیبت است و گناه است و خطر برای تمام افراد جامعه ما هست، با هم این مسئله رو نشسته فکر کرده پیش از طلاق بعد از طلاق ما این مسئله رو کاملا به نفع خود، نه به نفع همان جگربند خود، فرزند خود که اون محتاج هر دوی ما هست، در این باره فکر میکردیم. و چیز دیگر، گویا که بعضی از زنها میگویند پس از طلاق گرفتن با شوهری که تو رو طلاق داد اگر یک کلمه سخن کردی به خانت نحسی می آید، مصیبت می آید، با اون مرد عموما نباید سلام علیک کنی. و بعضی
حتی شوهرهای دوم، یعنی زنی که مطلقه شد و شوهر دیگر کرد، از همان روز شرط میماند که اون فرزندی که تو آن از آن شوهر داری، اگر او را گرفتی، او نباید در خانه من با پدرش صحبت کند، نامی پدرش را نگیرد. این کاملا جهالت است، کاملا، یعنی با طلاق گرفتن دشمنی همدیگر شدن، و همدیگر آنقدر بدخواه شدن که حتی یعنی سلام علیک کردن رو کسی در اسلام با مرد بیگانه السلام علیکم گفتن و علیکم السلام گفتن رو حرام نمیداند، یگانه در حالتی که دخترک خیلی جوان است و سلام دادن دخترک و جواب گفتن اون طرف به فتنه می آورد، در اینجا بهتر است سلام ندهند میگویند. اما اینکه پس از طلاق به خاطر فرزند بعضی از مسئله ها را که امروز تو رو میبیند فردا این رو میبیند، یا یگان نقشه برای فرزند کشیدیم، اینجا هیچ مشکلی نمی شود. یعنی پدر و مادران زیادی هستند که کاملا تمامی حتی توی شدن و حتی بیماری و حتی مرگ فرزند خود را پس از طلاق دیده نمیتوانند، به خاطر اینکه اون طرف به این رضایت نمیدهد. و برای همین عزیزان این مسئله جدی است، از هر طرف باید این مسئله رو فکر کنیم و حل کنیم، وگرنه سبب می شود که برکت از خانه ها رود، عمرها بی برکت شود و این چنین خیش و تباری تا رفت پاره شدن گیرد و دشمنی حتی بین مادر و فرزند و پدر و فرزند بیافزاید. و اینجا به بعضی از سوال ها میگذرم و بعضی چیزهایی که شاید در داخل برنامه گفتنش رو فراموش کردم که در پخش مستقیم هستیم و گاهی می شود که بعضی چیزهای مهم فراموش می شود، انشاءالله یادرس خواهم کرد. سوال یکم: اپا زنی من با 2 فرزندم برآمده رفت، گفت که با من زندگی کردن نمیخواهد. حالا شوهر کرده است، فرزندانم را به من نشان نمیدهد. چند بار کودکم را به مکتب رفته دیدم، دیرکتور مکتب را پدر سابق همسرم تهدید کرده است. دیگر این راه دیداربینی هم بسته شد. دخترم فرزند کلانیم را به خاطر پنهانی به دیدار من آمدنش تقایش لطکوب کرده است. پدر سابق همسرم منصبدار است. سود گفته بود اگر همسرت شوهر کند می توانی فرزندت را بگیری. حالا فرزندان را گرفتن آن طرف استاد، حتی دیده نمی توانم، چیکار کنم نمیدانم. انا این مصیبت واقعی هست، همون مصیبتی هست که امروز همراه شما داشتیم و سوال کننده عزیز یک شما نه، هزارها نفر مثل شما یا پدر یا مادر و اکثریت پدر هستند که به همین حالت دچار شدن. سببش هم همین مریضی، همین بدخواهی و تنها خودم گفتن و خودبینی مردم است. اینجا یگانه کاری که میکنید، اگر اونقدر قدر و ببخشید قوت و قدرت اون طرف اونقدر بزرگ است که به شما هیچ راه نمانده است که با فرزندان خود روبرو شوید، آنها رو ببینید، کمی صبر میکنید تا اینکه خودشون کمی بزرگ شدن و کمی بزرگ شدن حتما به دیدار شما می آیند. چگونه که گفتم اون مهر و محبتی که بین پدر و فرزند، مادر فرزند است، احد و ناس آن را نابود کردن نمیتواند. آن محبتی است که پروردگار آفریده است و در اینجا یگانه چیزی که هست صبر میکنید. اگرچه جگر میسوزد، انسان دیگر به هلاکت میرسد که فرزندم رو چرا دیده نمیتوانم، ولیکن آنها بزرگ شدن شما رو پیدا میکنن. ولیکن به این زنی که یا به این گونه خواهرانی که پس از جدا شدن دیگر فرزندان رو جدا میکنید، از الله بترسید. به الله قسم گناهی این فقط بالای فرزند نه، اگر بزرگ شده با پدرش رفت و آمد نکرد، اول شده بالای سر شما می آید که این حدیث پیامبر است: جزای مفسدین فی الارض، جزای نفرانی که بین خویش و تبار جدا میکنند در همین دنیا آماده است، یا با کمبغلی، یا با بیماری، یا با مرگی که یک و یک باره می آید و به خبر نمیمانیم. این جزا به سری خود نفرانی که بین خویش و تبار علل خصوص فرزند و والدان جدا می کند می آید. سوال دیگر: ما 6 سال با عائله پیشینه هم زندگی کردیم اما فرزندان نشدیم.
табобатҳои зиёд кардем, натиҷа надод. Бисёриҳо айбро дар ман медонистанд, маҷбур занамро сар додаму як зани кӯдакдорро гирифтам. хушбахтона кӯдакдор ҳам шудем, аммо акнун оилаи зани пештараам маро намемонанд зиндагӣ кунем. ҳар саҳар мехезӣ пушти дар, ҳар чиз оварда мепартоянд, сеҳр мекунанд, ҷоду мекунанд. Рафта ба хонаашон илтимос кардам, ки ин корро накунед. Мегӯянд, ту духтари моро бадбахт кардӣ, бояд бадбахт шавӣ. Ба ҳамин хел одамҳо як насиҳат мекардем. Пеш аз ҳама, саволкунандаи азиз, инро бидонед, ки ин ҳадиси паёнбар аст. Кулли дунё ҷамъ шаваду ба шумо агар зарар расонданӣ хоҳад, ҳеҷ кас зарар расонида наметавонад, агар Аллоҳ инро нахоҳад. Ҳар сеҳру ҷодуе ки мекунанд, ҳар дигар амалҳои дигаре ки мекунанд, ҳар ғалате ки аз дасташон меояд, вақте шумо намозатон дар вақташ ҳаст, ҳамсаратон ҳам дар вақташ намоз мехонад, субҳу шом зикрро мекунед, чизе ба шумо зарар намерасонад. На аз онҳо чизеро талаб кунед, модоме ки то ин андоза инсон, бубахшед, ақлаш паст бошад, ки як нафарро пас аз талоқу пас аз оиладор шудан ҳам дигар ба ӯ зиндагӣ кардан намонад. бо онҳо ягона коре ки мекунед, ба ягон кораш аҳамият намедиҳед, ё ҳатто дар баъзе ҳолатҳо мешавад таҳдид кард, ки агар ин гуна давом дод, онҳоро ҳам бо ягон амале ҷазо медиҳед. Аммо ин гуна инсонҳо, ки ба сеҳру ҷодуву аз ин корҳо бохабар ҳаст, бубахшед, ба ин корҳо даст мезананд, баъид медонам, ки насиҳати маро қабул кунанд. Вале агар аз саҳри ҷоду ё чизи дигаре метарсед, дар ҳамин канали ютубии мо дар бораи сеҳру ҷоду ва инчунин дар бораи чӣ гуна муолиҷаи он суҳбати тӯлонии ман дар он ҷо буд. Ва яқин донед, ки Аллоҳ нахост ва шумо дар дуову дар намозатон дар ҷояш ҳастед, касе на ба шумо, на ба аҳли оилаи шумо ҳеҷ зараре расонида наметавонад. Саволи дигар: духтарҷон, ман ҳама барномаҳои шуморо гӯш мекунам. Раҳмат кам нашавед. Як духтари танҳо дорам. Тамоми зиндагиашро худам мекунам. шавҳараш як гапи намешудагиро баҳона карда, оилаашро партофта Русия рафт. Чанд сол аст ақаллан занг намезанад. 3 кӯдак дорад. ғамхории падари кӯдакони ҳамсояро дида ба хона навераҳо гирья карда меомаданд. ҳеҷ кас ҷойи падарро намегирифтааст, аммо ин падари аблаҳи набераҳоям инро намефаҳмад. осмон баланд асту замин сахт. дар ин ҷо дар бораи ин ки саволкунандаи азиз савол додед, Парвардигор нигаҳбонатон бошад. Дар ин ҷо коре ки мекунем, агар падар аз пайи фарзандонаш нашавад, агар падар масъулияти падариро анҷом надиҳад, албатта ки ӯ гунаҳгор аст ба ин кораш ва масъулияти фарзанд пас аз талоқ, дар бораи нафақа пас аз талоқ ҳам иншоалло бо ҳам суҳбате мекунем. агар фарзанд пас аз талоқ бо модараш бимонад, ҳам то замоне ки ӯ аз дасташ кор наомад, нафақаи ӯ болои падараш аст. ва алал мавлуди лаҳу ризқуҳунна ва кисватуҳунна билмаъруф. ва ҳатто шире ки зан ба кӯдакаш медиҳад, модар ба кӯдакаш медиҳад, пас аз талоқ модар ҳақ дорад ки бигӯяд, ба ин шир ҳам аз ту пул мегирам барои он ки барои хӯрдану барои ин ман фарзанди туро шир дода истодам, барои ин ки инҳо аз ҳам ҷудо ҳастанд. вале барои кӯдакон ё барои набераҳоятон ягона чизе ки гуфтанӣ ҳастам, ҳамеша дар зеҳнашон дар бораи падар як инсони бадневу як инсоне ки гоҳе хато мекунад ва инсоният ҳаст ва иншоалло ислоҳ мешаваду тавба мекунад, бармегардад ба назди фарзандонаш. аз инҳо суҳбат кунед. онҳо як падари хоинро, як нафаре ки онҳоро партофта рафт нашиносанд, як нафаре ки хато карду ислоҳ мешавад шиносанд, то ин ки ин ба қатъи робитаҳо набарад. чӣ гунае ки гуфтам, падар агарчи ба фарзандон ҳеҷ кӯмаке накунад, агарчи дар кӯдакӣ партофта рафта бошад ҳам, агарчи фарзанди ман нест гӯён даст кашида бошад ҳам, лекин фарзанд бояд ҳаққи фарзандии худро анҷом диҳад. на ин ки ӯ накард, ман накардам. ин гуна фарҳанг, ин гуна ахлоқ дар шариати мо вуҷуд надорад. ӯ ҳар ки бошад ҳам падари ту аст, бояд бо ӯ робита, силаи раҳм дошта бошӣ. саволи дигар: агар падари кӯдакҳо алимент надиҳад, ҳукмаш дар дин чӣ аст? албатта ки ӯ аз масъулият гурехта истодааст ва агар аз рӯи шариат ҳукм шавад, қозӣ ӯро маҷбур мекунад, ҳатто хонаашро фурӯхта, ҳатто доруияшро фурӯхта ба кӯдаконаш медиҳад, ки масъулияти кӯдакҳо то ин ки аз дасташон кор ояд писарчаҳо ва то шавҳар кардани духтар ба гардани падар ҳаст ва падар бояд ҳатто пас аз талоқ ҳам инро анҷом диҳад ва алименте ки дар мо ҳаст
به بعضی ها یگان خیلی کمک نمی کند و هر یک فرزند ببخشید پدر به وسعت خود به شرایط خود نگاه کرده باید فرزندان خود را مهیا کند و اینجا شرایط دارد و مهیا نمی کند گناهکار می شود و او را مجبور کنانیده می شود. اما شرایط نداشته باشد لا یکلف الله نفسا الا وسعها، پروردگار کسی را از توانش بالاتر استطاعتش بالاتر به چیزی امر نمی کند. سوال دیگر: همسر من آدمی بد نیست اما به دلم نیست، می خواهم یک همسری به دل خودم یابم، حیرانم، یک فرزند داریم. سوال دیگر: مسلمه خواهرم اهل خانواده من به شما سلام گرم جوشان میرساند. خواهرم در حق ما دعاگو باشید. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته و همیشه در دعای شمایان و در دعای تمام خواهر و برادران، مخصوص خواهر و برادران تاجیک خود هستیم که پروردگار به زودی این مردم را از این ظلمات هم حکومت و هم جهل و هم فقر به روشنایی برآورد که آن روشنایی پایان نداشته باشد. سوال دیگر: السلام علیکم، آیا پدری که ما را پرتافته است من را مادر تربیه کرده است اوق این خیل پدر اوق حساب می شود یا نه؟ وعلیکم السلام. پیش از همه معنای اوق چی است؟ معنای اوق رنجانیدن پدر و مادر است. وقتی گفتیم کلمه اوق، اگر پدر و مادر را فرزند رنجانید اما در عملهایی که گناه نیست، یعنی پدر و مادر گفت با فلانی رفت و آمد نکن با خویش خود، اوقت میکنم، اوق نمی شود. پدر و مادر گفت نمازت رو نخوان یا دزدی کن مگر نه اوقت میکنم، اوق نمی شود. اوق پدر و مادر را در یگان مسئله که به دین رابطه ندارد و اون را کنید هم گناهکار نمیشوید یا گناهکار میشوید، مسئله هایی که عموما در آن باید اطاعت کنید، مثل کمی کمک کردن، به دیدار بینیش رفتن، انا در این مسئله ها اگر اوق گفت اوق میشود. و اینجا پدر هر کی هم باشد او پدر است، چگونه که گفتیم این در قانون های دنیوی است که به خاطر گناه از حق پدری و مادری محروم میکنند. شریعت الله هیچ کسی را، حتی پدر قاتل را، حتی پدر دزد و پدری که عموما از فرزند دست کشید، او را از حق پدری محروم نمی کند. فرزند باید حق پدری خود را داند و مسئله اوق هم اگر در حقیقت آن پدر را رنجانیدید، جدا رنجانیدید، در اینجا اگر او اوق گفت اوق حساب می شود. سلام علیکم و رحمت الله. خواهر عزیزم مسلمه، من برادر اسلامی شما از داخل دوشنبه. شخص زنی خود را 3 طلاق کرد، باز دامولای پیدا شد، از سر نو نکاح کرده داد. زندگی این شخص چی می شود؟ و علیکم السلام و رحمت الله به تمام عزیزانی که از داخل ما را میشنوید. اینجا مسئله 3 طلاق در نزد جمهور علما اولین بار 3 طلاق گفته باشد هم طلاق واقع است و هیچ کسی اینها را نکاح کند هم نکاحشان صحیح نیست و جز بعضی از علما از جمله امام ابن تیمیه و شاگردشان و بعضی از علمای معاصر هم به این قول هستند که اگر یکمین بار 3 طلاق گفته باشد و آن هم چند فرزند داشته باشد و خیلی پشیمان هست و از این گپش، در اینجا این 3 طلاق یک طلاق حسابیده می شود، با دلیلی که عبدالله ابن عباس در صحیح مسلم است میگویند در زمان پیامبر و زمان ابوبکر 3 طلاق اگر یکمین بار بود 1 طلاق حسابیده می شد، تا اینکه در زمان عمر مردم با 3 طلاق بازی کردن، 3 طلاق 4 طلاق را گفتن گرفتن. سپس حضرت عمر گفتن مادامی که اینقدر شما میخواهید عجله یا شتاب کنید، از این به پس هر کسی که 3 طلاق یا زیاده را به زبان آورد کاملا طلاق باین می افتد و اینها با هم یک شده نمی توانند. مسئله 3 طلاق اختلاف است بین علما. جمهور علما میگویند دیگر اینها یک جا نمی شوند. بعضی از علما میگویند اگر خیلی پشیمان است، یعنی در حقیقت پشیمان است و دیگر از این به این گفتهش هرگز راضی نیست و میگوید من گفتم و خیلی پشیمان هستم. حدیث رکانه است در ابو داود هم که وقتی که رکانه همسر خود را طلاق میدهند و خیلی پشیمان میشوند و 3 طلاق رو به زبان آورده بودند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند میتوانی برگردانی. سوال دیگر:
سوال دارم خواهری عزیز، بعد طلاق زن و شوهر می توانند در یک حوله زندگی کنند چون که جای دیگر ندارند. اینجا مسئله در یک حوله زندگی کردن، اگر حوله خیلی کلان باشد و در آنجا اتاق باشد، برآمد و درآمد آنها جدا باشد، باکی ندارد. اما در یک حوله گویان یک خانه را در نظر داشته باشید، اینها به هم نامحرم می شوند، دیگر با یک جای در یک خانه زندگی کردنشان جایز نیست، مگر اینکه حوله وسیع باشد و آن را از مابین جدا کنند که زیادی ها در قشلاق چنین میکنند. پس از طلاق اگر جایی نیست، حوله کلان را از هم جدا میکنند، دیگر هر دو از هم جدا هستند. اما مشکلی است که خواه و ناخواه در این گونه خانه ها مشکلی شدن میگیرد. مثلا آن مرد به خانه دیگر زن آوردن نمیتواند، یا این زن هرگز دیگر فکری شوهر کردن را نمیتواند، برای آنکه در رو برای او همسری پیشترش هست. بهترش این است که یا خانه را فروشند، دیگر خانه ها خرند، یا اینکه یکی را به اجاره رود و مسئله پولش را با هم حل کنند. لیکن برای فرزندان مهیا کردن جایز است، همش بالای شوهر است، اما شوهر برایش فرض نیست که برای همسری که او را طلاق داد خانه و جای زیست را مهیا کند. سوال دیگر، بعد 15 سال جداشوی پسرم که با مادرش کلان شد مرا 2 مرتبه به خانه‌ام آمده زد. سبحان الله. همسرم را هم زد. چی کنم که جگربندم است؟ به میلیسه ندادم. بار سیوم آمده به کشتن تهدید کرد. مجبور به شوهر حاضره مادرش مسئله را فهماندم. این را فهمیده پسرم همراه مادرش به خانه‌ام آمده مرا میکشتگی شدن. حیرانم، به میلیسه دهم چیکار کنم؟ حتما به میلیسه دهید، یعنی این خود را نابود کردنی. اگر شما آرام استید و یک نفر آمده تهدید کند، زند، کشتنی هم شود. اینجا مسئله نیست که مسئله عادی هست. اینجا ببخشید، این پسر یگان بیماری روانی دارد و کسی که بیماری روانی ندارد، عاقل است، کاملا سالم است، هرگز دست به بالای پدرش و یا همسری پدرش و حتی به کشتن نمیزند. این بیماری دارد که حتما معالجه شود، حتما شما خبر دهید. شاید که به یگان بیمارخانه رفت و این خطرش هم یگانه برای شما نه، برای کل افراد، برای جامعه خیلی بزرگ است. و اینجا نشستن و در خانه نشستن که یک بار دیگر بیاید تهدید کند، چیز دیگر کند، خود را با دست خود به نابودی رسانیدن می باشد. پدر رحمتی هم سوال دیگر، پدر رحمتی هم 2 ساتق زمین به من تحفه کرده بود. دادرم مرا برارو حق نداری گفته جنجال دارد با من، جایی رفتن ندارم، 2 یتیم دارم، خدا نشان نتید، مجبوری بد شوم، میترسم دست به خودکشی نزنم. من زنی 45 ساله می باشم. پیش از همه درباره خودکشی هرگز فکر نکنید. خودکشی شما این با این مسئله زمین و مسئله بدبختی هرگز حل نمی شود، برعکس با این هم آخرت خود را هم می سوزانید. و به جای اینکه من با این مسئله خود را نابود کنم، فکر کنید که از کدام راه می شود حق خود را رویانید. شاید تقای، امک، همسایه، یگان نفری آبرودار کسی هست که او را می شود به میان انداخت، یک نفری اصلاحگر که می تواند همراه برادر شما صحبت کند و به او مسئله را فهماند. برای همین می شود راه حل این مسئله را ببخشید از دیگر طرف با کمک و با مشورت دیگران پیدا کنیم. سوال دیگر، السلام علیکم خواهری من حامله دار بود، شوهرش جوابش را داد، فرزندش 10 ساله شد، حالی پدرش را ندیده است. این خیل پدرها چه حکم دارند در اسلام؟ البته این گونه پدرها گناهگار هستند، در نزد پروردگار، در نزد خود فرزند هم شرمنده هستند، برای اینکه از مسئولیت خود گریختند. اما اینکه این خواهر اگر خواهر اهل اسلام باشد، خواهر باشد که از پروردگار میترسد، نه به خاطر آن پدر، نه به خاطر آن مردی که حتی در حاملگی رفت و دیگر خبر نگرفت، به خاطر آینده فرزندش که فرزندش صاحب مال ملک و صاحب برکت شود و صاحب فرزندان صالح شود، میتواند فرزندش را طوری کند که با پدر خود در تماس باشد. شاید که اون پدر پشیمان است، ولیکن به گفت خودمان می هراسد از آن که اگر به دیدار بینی پسرش آید او را میرانند، چگونه که خیلی ها میکنند. شاید جسارت این را ندارد. برای همین البته که این پدر گناهگار است، ولیکن نباید که فرزند را هم به گناه آلوده کنیم و کاش این مادر یا این خواهر فرزند خود را با پدر خود شناس میکردند و نور علی نور میشد که یک فاجعه دیگر
یک قطع رابطه دیگر از بین برداشته می شد. آخرین سوال عزیزان، پدر من مرا کلان نکرده است، اما وقتی کلان شدم و پولدار شدم عمک‌هایم مرا داشته گفتند به پدرت نگاه و بین کن. به پدرم تماما مهر ندارم. آیا پدرم این حق را دارد؟ البته حق را دارد. البته که پدر شما از شما کمک گرفتن، نگاه و بین کردن را حقش را دارد و یقین بدانید که شما این حقی که به پدرتان دادید و کرده ایستادید از فرزندان خود میبینید. و بارها قصه ابراهیم خلیل را یادرس کرده بودم. اگرچه آزر و هجر نیملی از من دور شد، من دیگر تو را دیدن نمیخواهم گفته بود، ابراهیم یا ابتی لا تعبد الشیطان گویان پدر جان من به تو نصیحت میکنم گویان با پدر صحبت کرده بودند و همین نیکی های ابراهیم به آزر سبب شده بود که حتی اسماعیل فرزندشان وقتی ابراهیم میگویند من تو را باید کشم، قربانی کنم، این امر پروردگار، اسماعیل میگوید یا ابتی افعل ما تؤمر، پدر جان هر چیزی که پروردگارت گفت آن را انجام بده، من تحت امر تو می باشم. و اگرچه پدر به شما نگاه و بین نکرده است، گناه کرده است، خطاکار است، اما پروردگار به شما امر میکند که به او نیکی کنید. اگر پول میخواهد، یاردم میخواهد، تسلیت میخواهد، به او کمک کنید و یقین بدانید که از فرزندان خود این را شما خواهید گرفت. این وعده پروردگار است. نکوکاران هرگز بی جزا، بی سزای عمل، بی پاداش نمیمانند. عزیزان، با همین به پایان برنامه رسیدیم. برنامه بود که خیلی میخواستم این گفته ها عملی شود، هم در خود من و عائله من، هم در یکایک شمایان و فرزندان پس از طلاق پدر و مادر و جدایی دائمی ابدی از پدر و مادر روبرو نشوند و این گفته ها سبب شود که فرزندان زیاد و پدر خود و مادر خود رابطه ها را برقرار کنند و دلهایی که از فراق سالها هست میتبد و جوش میزند که کاش یک بار فرزند خود را به آغوش گیرم، زودتر همدیگر را به آغوش گیرند و امیدی آن که همیشه در گفتن و در کردن با هم باشیم و عمل کردن هم بالای شنیدن ما و گفته های ما همیشه پایدار باشد. شمایان را به الله یگانه می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.